خب سلام به همگی دوستان. این جلسه میخوام در مورد ماتریس صحبت کنم. راستش چند روزی بود که داشتم فکر میکردم که چجوری مبحث رو مطرح کنم، چون ماتریس واقعیتش اولین بار ما توی دبیرستان باهاش آشنا میشیم توی سال چهارم، حالا قدیما پیش دانشگاهی ببخشید آشنا میشدیم و یه سری مباحثش رو میخوندیم. ولی توی دانشگاه دوباره ما درس جبر خطی و آنالیز جبر خطی و همون جبر خطی و هندسه تحلیلی رو ما دوباره همین مبحث توی دانشگاه هم داریم و اونجا دوباره مبحث ماتریس ها مطرح میشه توی در واقع عمق بیشتری البته. و اونجا یه سری کاربردهای خیلی جالبی داره، یعنی اونجا توی ماتریس رو در واقع بیشتر با نظر به فضاهای برداری و کاربردش توی علوم مهندسی صحبت میشه. این چند روزی که داشتم فکر می‌کردم به خاطر این بود که گفتم که یعنی اولش میخواستم از مباحث دانشگاه شروع کنم، دوباره ترجیح دادم که بیام از همون تعریف شروع کنم و مقدمات و اون پایه‌هاش رو بگیم تا برسیم به مسائل جدی‌ترش. و راستش میخواستم تو جلسه اول یه صحبتی هم در مورد کاربردهای ماتریس بکنم، چون فکر میکنم که مبحث ماتریس توی ریاضی، حتی برای اونهایی که ریاضی دوست دارن، من خودم رو میگم، مثلا برای خود من همون موقعی که ماتریس رو میخونیم خیلی خیلی واقعا مبحث کسل کننده ای به نظر میرسید. یعنی همش آدم فکر میکنه که خب این چیه، یعنی به چه درد میخوره. بعد خیلی دوست داشتم که برای خودم دوست داشتم میخورد از این کاربرداشو بگم که بعد ببینین که اصلا برخلاف اون ظاهر سادهش نیست. یعنی شاید اصلا آدم تعجب میکنه که چقدر ماتریس امروز تو زندگی ما نفوذ کرده و بی‌وجه نیست که مثلا فکر کنم سال 2000 بود، حالا یکی دو سال این ور اون ور دقیقا یادم نیست، که اون اولین بار فیلم ماتریکس ساخته شد. تا اون موقع آدم خیلی نمیفهمید که چرا ماتریکس. ولی میگم حالا من سعی میکنم جلسه بعد، امیدوارم اگه بتونم یه سری از این کاربردها رو بگم که میبینیم. فقط همینجوری اشاره کنم که شاید باورش سخته، اما در مورد ماتریس ها یه صحبتی داره آقای هایزنبرگ که پدر علم کوانتومه. میگه من برای مکانیک کوانتومی به تنها ابزار ریاضی که نیاز دارم ماتریسه. یعنی به ماتریس، غیر ماتریس به من بدید دیگه هیچ ابزار ریاضی دیگه ای ندارم و میتونم کل نظریه‌مو با همین ماتریس صورت بندی ریاضی کنم. خب به همین خاطر گفتم که آره، پس بریم سراغ تعریفش. ماتریس تعریفش رو اینجا هم نوشتم. یه تعریف خیلی ساده ای داره و ماتریس میگیم آرایشی است از اعداد حقیقی در n سطر و n ستون. به عبارت دیگه یعنی چی؟ مثلا شما یه چیزی شبیه این که میایین یه چند تا عدد حقیقی رو مثلا میایین توی یه سطر مینویسین 3 2 7 مثلا 5 6 8. خب این 8 این الان یه ماتریس. این ماتریسیه که همینجوری که میبینین دو تا سطر داره و سه تا ستون که ما به این شکل این قسمت سمت راست و پایین ماتریس اینو می نویسیم 2 ضرب در 3 که 2 یعنی تعداد سطور رو داره میگه و 3 هم تعداد ستون ها رو میگه. ستون ها به طور کلی، چون این سطرها و ستونها هر چی میتونه باشه، حالا من اینجا ماتریسی نوشتم که 2 تا سطر داره و 3 تا ستون، ولی به طور کلی ما یه ماتریس A رو میایم به این شکل تعریف میکنیم، میگیم A در واقع مجموعه است
از اعداد حقیقی که ما اینجا با آی و جی نشون میدیم که ام تا سطر داره و ان تا ستون داره. خب آی جی یعنی چی؟ این آی و جی در واقع ما وقتی که ماتریس رو با حرف بزرگ نشون میدیم خودش رو میگیم ماتریس و هر کدوم از اون اعضای ماتریس رو با حرف کوچیک نشون میدم. یعنی اگه ماتریس رو با ب بزرگ نشون بدم اون عضوهای ماتریس رو با بی کوچیک نشون میدم. خب اینجا هم آی و جی داره سطر و ستون رو میگه. یعنی در واقع وقتی میگم آی و جی این یعنی منظورم چی از این؟ هر عضو ماتریس رو هم من بهش درایه میگم. پس میگم عضو این یعنی عضو ماتریس، یا از این بعد بهش میگیم درایه. خب آی و جی حالا یعنی درایه‌ای، این یعنی درایه‌ای از ماتریس که در سطر شماره آی، در سطر آی و ستون جی قرار داره. خب مثلا اگه اون ماتریس بالایی رو اگه من با آی بزرگ نشون بدم، حالا باید به ما بگن که توی اون ماتریس شما بیا مشخص کن که مثلا بگه که آی 2 3 چیه. خب آی 2 3 یعنی آرایه‌ای که توی سطر دومه، یعنی توی این سطر باید دنبالش بگردم، و ستون 3 ستون این ستون 1 این ستون 1 این ستون 2 و این ستون 3. پس میاد اینجا یعنی الان آرایه‌ای که در واقع توی سطر 2 و ستون 3 هستش میشه 8. آرایه مثلا 2 1 میشه آرایه‌ای که توی سطر دوم ستون اول که اینجا میشه 5. آرایه 1 3 این چیه؟ این درایه‌ایه که توی توی سطر اوله، یعنی این سطر، و ستون سوم که میشه 7. خب پس درایه رو فهمیدیم. حالا مثلا اون ماتریسی که من اون بالا نوشتم، مثلا حالا من بیام بگم که مثلا فرض کنم که یه ماتریسی دارم، حالا میگم B، گفتم که درایه هاشو دیگه با حرف کوچیک نشون میدم، میشه B آی جی، یعنی این درایه هایی که و M تا هم سطر داشته باشه N تا ستون. خب حالا این ماتریس رو ما به طور این بیان خلاصه ماتریس، اگه من بخوام ماتریس رو بازش کنم اعضاش میشه چی؟ اون عضوی که اینجاست میشه عضو ستون این سطر اول دیگه، اینا اینجا هم ستون اول و همینجوری میره جلو. سطر اول و ستون اول یعنی بی که آیش 1 جیش هم 1. بعدی میشه بی که سطر 1 ستون 2، بعد بی سطر 1 ستون 3 و همینجوری میره. تا کجا ادامه میدیم؟ تا برسیم به ستون آخر. ستون آخر چیه؟ من اینجا نوشتم که M تا سطر دارم N تا ستون، پس ستون آخرم ستون انومه. پس B که اینجا هست سطرش 1 ستونش N. سطر بعدی سطر شماره 2 که میشه B 2 1 سطر 2، بعدی میشه سطر 2 ستون 2، بعدی سطر 2 ستون 3 و همینجوری تا برسم به درایه سطر 2 ستون اون آخری. ستون آخر هم چیه؟ N. حالا این سطر رو همینجوری ادامه پیدا میکنه تا برسیم به سطر چندم؟ سطر آخر. سطر آخر هم چیه؟ گفتم اینجا نوشتم که ماتریس M تا سطر داره، پس سطر آخرم M میشه M. اینجا چی میاد؟ ستون 1، پس میشه B M1 B
سطر M ستون 2 B سطر M ستون 3 تا برسه به سطر M ستون آخر. ستون آخر چیه؟ N. خب این وسط هم دیگه کلی اینا هم هستن. مرتبه ماتریس چیه؟ M ضرب در N. M تا سطر داره، N تا ستون. حالا اگه از من بپرسن که تعداد درایه هام چنده توی همچین ماتریسی، خب نگاه میکنیم دیگه. خیلی یه ضرب راحته. شما تعداد اعضات توی M تا سطر و N تا ستون پخش شدن، بنابراین تعداد کل درایه های ماتریس برابر است با تعداد سطرهاش ضرب در تعداد ستونهاش. و